آیا میدونستید که یک فرمانروای ایرانی 2500 سال پیش امپراتوری بزرگی ساخت که جهان رو تغییر داد؟ اون شخص کسی نیست جز کوروش بزرگ. معرفی کوروش بزرگ. کوروش بزرگ یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ ایران و جهان است. او بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود و در زمان خودش بزرگترین و قدرتمندترین امپراتوری جهان را ساخت. اما چیزی که کوروش را از دیگر پادشاهان متمایز می‌کند نه تنها پیروزی‌های نظامی و فتوحاتش، بلکه انسانیت و سیاست‌های خاص اوست که تا امروز هم تاثیرگذارند. در این ویدیو می‌خواهیم با هم به زندگی و دستاوردهای کوروش بزرگ بپردازیم و ببینیم که چطور یک مرد ایرانی دنیای آن زمان را تغییر داد. کودکی و جوانی کوروش. زاده شدن و پیشگویی. کوروش در حدود سال 590 پیش از میلاد در پارس، در همین استان فارس امروزمون به دنیا اومد. او از نسل پارسیان بود که در آن زمان تحت حکومت مادها زندگی می‌کردند. طبق روایات تاریخی وقتی کوروش کودک بود یک پیشگویی وجود داشت که او روزی مادها را شکست خواهد داد و امپراتوری بزرگی خواهد ساخت. شروع زندگی سیاسی و جوانی. کوروش در جوانی به سرعت توانست مهارت‌های نظامی و رهبری خود را نشان دهد. او در ابتدا تحت حکومت پدرش کامبوجیه اول رشد کرد و بعد از مدتی توانست به پادشاهی برسد. فتح بابل و سلطنت جهانی. فتح بابل یکی از بزرگترین و معروفترین فتوحات کوروش. فتح بابل در سال 539 پیش از میلاد بود. این فتح نه تنها به او قدرت عظیمی بخشید، بلکه یک داستان مهم تاریخی است. در آن زمان بابل یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای جهان بود. کوروش با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه و بدون جنگ‌های خونین وارد بابل شد و آنجا را فتح کرد. اعلام آزادی در بابل. یکی از مهمترین اقدامات کوروش پس از فتح بابل اعلام آزادی مذهب و حقوق بشر بود. او به مردم بابل اجازه داد که دین خود را آزادانه انتخاب بکنند و مردم را از فشارهای مذهبی رهایی بخشید. حتی این تصمیم‌ها در استوانه کوروش ثبت شده که به عنوان اولین منشور حقوق بشر در تاریخ شناخته می‌شود. سیاست‌های داخلی و فرمانروایی کوروش. کوروش در داخل امپراتوریش نیز به عنوان یک حاکم عادل و انسان دوست شناخته می‌شد. یکی از مهمترین ویژگی‌های او این بود که همیشه احترام به فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف را در اولویت قرار می‌داد. در آن زمان بسیاری از پادشاهان به مردم خود فشار می‌آوردند و فرهنگ و مذهبشان را تحمیل می‌کردند، اما کوروش برعکس این کار را می‌کرد. او ملت و اقوام مختلف را در امپراتوریش آزاد گذاشت تا فرهنگ و دین خود را حفظ کنند. حقوق بشر، احترام، آزادی. استوانه کوروش که امروزه در موزه بریتانیا نگهداری می شود یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی اوست. در این استوانه کوروش به مردمش وعده می دهد که هیچ کس نباید در امپراتوری او مورد ظلم قرار بگیرد. این منشور به حقوق فردی و آزادی ها احترام می گذارد و از اولین نمونه های تاریخ بشر است که در آن حکومت موظف به رعایت حقوق شهروندان است. مرگ و میراث کوروش. کوروش در حدود سال 530 بیش از میلاد در جنگی با قبایل ماساجت ها در دریای خزر کشته شد. مرگ او همچنان یکی از موضوعات پر بحث تاریخ است. برخی معتقدند که او در جنگ کشته شده، ولی در حالی که برخی معتقدند او به مرگ طبیعی و یا به دلیل بیماری بوده. میراث تأثیرات. پس از مرگ کوروش امپراتوری هخامنشیان همچنان به حیات خود ادامه داد و داریوش بزرگ و دیگر جانشینان کوروش نیز موفق به حفظ گسترش امپراتوری شدند. اما میراث واقعی کوروش در احترام به آزادی‌ها، حقوق بشر و صلح جهانی باقی ماند. امروز او نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به عنوان یک پادشاه انسان دوست شناخته می‌شد که تاریخ و فرهنگ بشریت را به سمت روشن‌تری هدایت می‌کند. کوروش بزرگ یک پادشاه نظامی نبود که تنها در فکر فتوحات و تسخیر سرزمین‌ها باشد. او یک رهبر انسان دوست بود که با سیاست‌های خود نه تنها امپراتوری بزرگ و پایداری ساخت، بلکه دنیا را به جایی بهتر تبدیل کرد. او با احترام به حقوق بشر، آزادی و عدالت الگویی برای فرمانروایان بعدی شد و امروز هم همچنان به نام او به عنوان یک نماد صداقت، عدالت و آزادی در تاریخ بشری زنده است. اگر کوروش امروز در دنیای مدرن زندگی میکرد چطور فکر میکنید
که میتوانست تاثیرگذار باشد، آیا همچنان ایده های او میتونست جهان رو به سمت صلح و همزیستی پیش ببره؟